سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز سایت accept.ir. در این ویدیو قصد داریم به صورت کاملا عملی و گام به گام با یکی از مهمترین ابزارهای هوش مصنوعی برای پژوهش دانشگاهی آشنا بشیم. ابزاری که میتونه فرایند خوندن مقاله، درک مفاهیم پیچیده، انجام مرور ادبیات و حتی نگارش پایان نامه و رساله رو برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا بسیار ساده‌تر و حرفه‌ای‌تر کنه. این ابزار سایسپیس نام داره. سایسپیس یک پلتفرم مبتنی بر هوش مصنوعی هست با آدرس scispace.com. اینجا در واقع یک پلتفرم هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی که به طور اختصاصی برای کار با مقالات علمی، پایان نامه ها و متون پژوهشی طراحی شده. برخلاف ابزارهای عمومی هوش مصنوعی، سایسپیس تمرکز خودش رو روی ادبیات علمی، مقالات داوری شده، روش شناسی پژوهش و در واقع زبان آکادمیک قرار داده. ممکنه این سوال برای شما مطرح بشه که تفاوت مثلا سایسپیس با چت جی پی تی چیه؟ ببینید، چت جی پی تی یک ابزار عمومی برای تولید و تحلیل متن، اما سایسپیس به طور خاص برای پژوهشگران طراحی شده و قابلیت‌هایی داره که مستقیما با فایل پی دی اف، در واقع فایل پی دی افی که مربوط به مقاله علمی هست، کار میکنه. شما میتونید مقاله خودتون رو بارگذاری کنید، دقیقاً از همون مقاله سوال بپرسید، روش تحقیق اون مقاله رو تحلیل کنید و حتی بخشای پیچیده آماری یا نظری رو به زبان ساده توضیح بگیرید. توی این ویدیو من دقیقاً بهتون نشون میدم که چطور سایسپیس رو به صورت اخلاقی، حرفه‌ای و کاربردی در مسیر در واقع نگارش پایان نامه یا مقاله علمی استفاده بکنید. در ابتدای کار که وارد این سایت سایسپیس میشید به این آدرس و بعد بهتره که از همین اول لاگین را انجام بدید. سعی کنید مثلا بیاید اینجا، من با اکانت گوگلم در واقع میام اینجا، وارد این سایت میشم، در واقع لاگین میکنم و منتظر میمونم تا این فرایند لاگین من در واقع تکمیل بشه. اگر اینجا ملاحظه کنید، من با جیمیلم لاگین شدم به سایت. ببینید، پس از ورود به داشبورد اصلی سایسپیس هدایت میشیم. این صفحه محیط کاری اصلی شما هست، در واقع این صفحه اصلی و در واقع داشبورد شماست که این قسمت رو اینجا دارید و اینجا هم میتونید با این هوش مصنوعی در واقع تعامل داشته باشید. مقالاتتون رو میتونید از این قسمت بارگذاری کنید، آپلود فایل، یا از در واقع گوگل درایوتون یا فایلتون رو به صورت مستقیم آپلود کنید، یا از گوگل درایو بیاید پروژه های پژوهشی مختلفی بسازید و به ابزارهای هوش مصنوعی دسترسی داشته باشید. در سمت چپم در واقع منوی اصلیه که شامل بخش‌هایی مثل اینجا ایجاد چت جدید هست، لایبرری و کتابخونه شماست، پروژه های شما و حالا تاریخچه کاریتون هست. در واقع بخش لایبرری جاییه که تمام مقالات بارگذاری شده شما در واقع ذخیره میشن. این موضوع برای مدیریت منابع پایان نامه خیلی مهمه. در مرکز صفحه فضای اصلی کار رو میبینید که بسته به کاری که انجام میدید تغییر میکنه. توصیه میکنم قبل از هر چیز چند دقیقه وقت بذارید و فقط محیط رو مشاهده کنید تا با ساختار کلی اون آشنا بشید. به یکی از مهمترین قابلیت های سایسپیس میرسیم که خوندن و تحلیل مقالات علمی هست. برای این کار گزینه آپلود پی دی اف رو
یا upload your file رو کلیک میکنیم و یک مقاله علمی مثلا از یک ژورنال معتبر رو انتخاب میکنیم. این فایل رو آپلود میکنم. در واقع یکی از قدرتمندترین امکانات سایسپیس امکان پرسیدن سوال مستقیم از اون مقاله‌ای هست که شما اینجا آپلود کردید. در واقع شما از خود مقاله سوال میپرسید، نه از یک مدل عمومی. برای مثال میتونم بنویسم چی؟ What's the main reason methodology used in this study؟ میگم در واقع متدولوژی تحقیق اصلی این مقاله که در واقع چیه. وقتی پرامپت رو ارسال کنم منتظر میمونم تا پرامپت من اجرا بشه و نتیجه رو برگردونه به من. سوالتون رو به صورت فارسی هم بپرسید. در واقع اگر فارسی بپرسید بهتون جواب رو هم به صورت فارسی برمیگردونه. یا میتونید ازش بپرسید که در واقع محدودیت های این مقاله بر اساس حال نویسندگان چیه، یعنی چه محدودیت هایی تو مقاله در واقع نویسندگان بیان کردن. یا هر سوالی که در مورد مقاله دارید میتونید بپرسید تا بهتون جواب بده. ببینید داره تک تک متدولوژی این مقاله رو برای ما در واقع استخراج میکنه. دیگه حالا خیلی نیاز نیست که شما بیاید در واقع مقاله رو تک تک از 0 تا 100 با جزئیات دقیق بخونید. در واقع هم تایم زمان زیادی میبره و همین که دیگه با این ابزارهایی که اومده حالا خیلی هم منطقی نیست که شما بیاید یه مقاله رو از 0 تا 100 بخونید. فقط میاد مقاله رو آپلود میکنید و بعد از اینکه نتایج بهتون داده شد میتونید در واقع اون نتایج رو بررسی کنید و متوجه بشید که مثلا متدولوژی یک مقاله چی بوده، محدودیت هاش چی بوده، یا مثلا ابزارهای تحلیلیش چی بوده. کل مواردی که از یک مقاله براتون سوال هست رو میتونید از این هوش مصنوعی بپرسید. این هوش مصنوعی خیلی خیلی در نوشتن فصل دوم پایان نامه میتونه کمکتون کنه. جایی که شما باید کلی مقاله رو در دسته‌بندی های مختلف بیاید بررسی کنید، این مقاله میاد بهتون در واقع کمک میکنه. اینجا به صورت مختصر کل مقاله رو براتون لیست کرد. در واقع روش اصلی که در این مقاله استفاده شده. یا میتونید همین سوال رو به صورت فارسی ازش بپرسید. در واقع متدولوژی اصلی به کار رفته در این مقاله چیست؟ در واقع پاسخ رو بر اساس محتوای همون مقاله ارائه میده و حتی به بخش مربوطه اشاره میکنه. این موضوع برای آمادگی جلسه دفاع یا نوشتن فصل روش تحقیق پایان نامه یا فصل 2 بسیار مفیده. اگر فارسی بپرسید کل اون مقاله رو مثلا اینجا بخش متدولوژیشو میاره به صورت فارسی بهتون توضیح میده. خیلی زیبا و خیلی جامع اومد این مقاله رو برای من اینجا خلاصه سازی کرد، در واقع متدولوژیش رو، و در واقع هر سوالی که شما داشته باشید اینجا میتونید ازش بپرسید. یا میتونید ازش بپرسید که محدودیت های این مقاله
چه مواردی هستند. داره فایل رو آنالیز میکنه. ببینید اینجا رو اگر مشاهده کنید داره فایل رو برای ما در واقع آنالیز میکنه. محدودیت های مقاله که اینجا حالا ارائه میشه خیلی میتونه کمک کنه به شما برای اینکه شکاف های پژوهشی رو پیدا کنید. شما اگر میخواید یک مقاله جدید بنویسید یا میخواید پایان نامتون رو بنویسید، اولین مرحله همینه که شما موضوعتون رو بر اساس شکاف های پژوهشی پیدا کنید و سایسپیس تو این زمینه خیلی میتونه بهتون کمک کنه. همونطور که خدمتتون گفتم خیلی میتونه در واقع در فصل 2 و مرور ادبیات بهتون کمک کنه و شما در واقع در فصل 2 میتونید خیلی از سایسپیس استفاده کنید تا مقالاتتون رو در واقع بیاد خلاصه کنه و شما بتونید این مقالات رو تطبیق بدید، ببینید عدم در واقع تناسب وجود نداشته باشه، هیچ گونه تناقضی وجود نداشته باشه، بعد بتونید اونا رو در فصل 2 استفاده کنید. در واقع این قسمت لایبرری هم که من اینجا باز کردم، فایلایی که شما اینجا آوردید، آپلود کردید و تحلیل کردید در قسمت لایبرری تو میاد و بعداً میتونه خیلی این کتابخونه‌ای که اینجا ایجاد شده در مثلا نوشتن فصل 2 تون خیلی بهتون کمک کنه. در واقع مرور ادبیات ستون فقرات هر پژوهش علمیه. سایسپیس به شما کمک میکنه چند مقاله رو همزمان تحلیل کنید. شما میتونید شباهت‌ها، تفاوت‌ها و خلأهای پژوهشی رو شناسایی کنید. برای مثال میتونید ببینید کدوم متغیرها کمتر بررسی شدن، در واقع بررسی شدن، یا کدوم روش‌ها بیش از حد تکرار شدن. این دقیقاً همون چیزیه که در اساتید راهنما توی جلسات پروپوزال از شما انتظار دارن. در واقع اگر بخواید در مورد استفاده اخلاقی و دانشگاهی از سایسپیس بدونید، بهتر یکم جدی‌تر صحبت کنیم. سایسپیس یک ابزار کمکیه، نه نویسنده پایان نامه شما. در واقع استفاده نادرست از خروجی‌های هوش مصنوعی میتونه منجر به سرقت علمی بشه. همیشه منبع اصلی رو مطالعه کنید، نقل قول‌ها رو به درستی ارجاع بدید و از سایسپیس فقط برای درک، تحلیل و سازماندهی اطلاعات استفاده کنید. مسئولیت علمی متن نهایی کاملا بر عهده شماست. در واقع سایسپیس میتونه در نگارش پروپوزال، طراحی چارچوب نظری و حتی آمادگی برای دفاع به شما کمک کنه، یا حتی نوشتن فصل 2 و پیدا کردن خلاهای پژوهشی در واقع. اما بزرگترین اشتباه دانشجو اینه که به یه ابزار بیش از حد تکیه کنه. در واقع از سایسپیس برای سوال سازی، تحلیل و یادگیری استفاده کنید، نه اینکه جایگزین در واقع تفکر علمی خودتون بشه. پس در این ویدیو کاملا یاد گرفتیم که سایسپیس چیه، چطور باهاش کار کنیم و چطور اونو به صورت حرفه‌ای در مسیر پژوهش دانشگاهی به کار ببریم. پیشنهاد میکنم بعد از این ویدیو خودتون چند تا مقاله بارگذاری کنید و تمرین کنید. مهارت پژوهش در واقع با تمرین و تفکر انتقادی رشد میکنه، نه فقط با ابزارها. در واقع ابزارها تغییر میکنن، اما پژوهشگر خوب کسیه که سوال خوب میپرسه. سایسپیس میتونه در این مسیر همراه هوشمند شما باشه.